داد و ای بیداد، تا حالا ولی فقیه کی به این بدبختی بوده؟ چه خاکی به سر مقام عظما شد؟ این چه زهری بود که خورد؟ ای کاش میمرد و چنین روزایی به خودش نمیدید که از یه پاسدار دوزاری بترسه که وقتی میخواد نظر کاندید ریاست جمهوری بشه میگه من امر و نهی نکردم، نصیحت کردم. آخه مقام عظمای عزیز، از استراتژیست نظامت نمیپرسم، از خودت میپرسم چه مرگت شده؟ آخه این مقام عظمای ولایت این جربوزه هم نداره که به احمدی نژاد تاریخ در رفته امر و نهی کنه؟ بذاکرا ناکس واسه نظام آبرو حیثیت نداشتی؟ خب طلسم شکسته بیچاره. تو که با ابر استراتژیست نشست و برخاست داری، نمیدونی که این چیزا رو نواز تو بو بکنی؟ نمیدونی که احمدی نژاد خیلی بیچاک و دهنه؟ چرا عضو بهش گیر بده؟ مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادو، عرض میکردم بله، میفرمودن که سگه قند مشنگه رو خورد. مشنگه گفت چخه؟ سگه پاشو گرفت. مشنگه ترسید، گفتش که به ارواح بابام واسه به خاطر قند نیست، دندونات خراب میشه گلم. روشن شد. آیا دکتر نامه دارم از توییتر که نباید منو بزنی. آها، نامه دوست گرامی رو میگی تو توییتر؟ باشه، رو چه شما، به خاطر شما من نمیدانم، ولی شما هم دیگه این اهرام کار استراتژیکی رو از من نگی، بعد وقتا باید محکم بزنم. آیا دکتر این برای امت همیشه در صحنه قابل قبول نیست. آیا دکتر علت این همه ذلت زبونی فقط پاچه برمردگی آقا محمود نیست، چون اگه بنابر پاچه برمردگی باشه باقی سرداره مقام عظما از آقا محمود بدترن. نکنه یه علت دیگه داره که شما نمیخواین بگین. آیا دکتر زدی اینا که صاف کردی، تازه دنبال علت دیگه هم میگردی. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادو، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن لباسیاتو بپوش بریم ختم بابات مرده. گفت دروغ میگین، یه اتفاقی افتاده شما نمیخواین به من بگید. روشن شد. آیا دکتر معذرت میخوام، آیا دکتر مقام عظما کی مرد؟ درست فهمیدم یا شما مثال بدی زدی؟ تو امشب گرفتی بارو، نترس، اگه خبری بشه یواش یواش بهت میگم که حالت گرفته نشه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادو، عرض میکردم بله، میفهمودن یارو میخواست خبر مرگ یکی رو به پسرش بده، زنگ رگ و پاشو بیا که بابا یه خورده مریض شده، بردیمش سردخونه. آیا دکتر روشن شد یا بفرستمت سردخونه؟ بس کنید یا آقای دکتر، میترسم روی این موضوع واسم مقام عظما رو کفن پیچ میدید دست امت همیشه در صحنه بحث رو عوض میکنم. آقای دکتر چرا حاجی روحانی رو تو نیویورک تحویل نگرفتن؟ چرا مثل دوره آقا محمود سالن خلوت بود، تنها ولش کردن؟ حکایتش شد مثل اون مشنگی که از زور تنهایی خودش دست خودشو گاز میگرفت، بعد میگفت نکن طول سگ جاش میمونه. آیا دکتر این چیه؟ تنهاییش بی‌دلیل نیست، خیلی افه میاد، اما کار که با افه پیش نمیره. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف تو رستوران تنها نشسته بود پشت یه میز با افه داشت سیگار میکشید. یکی اومد بهش گفت تنهایی؟ اینم فکر کرد خبریه، دود سیگار داد بیرون و حاجی شاعرانه گفت آره مدت هاست که تنهام. طرف هم گفت غلط اضافه نکنه، میخوام صندلی رو ببرم سر اون یکی میز. ولی بالاخره با دوران قبل باید یه فرقایی میکرد. آقا محمود مثل پشه مز جلو کارخونه پیفا عربده میکشید، اما ایشون که اینطوری نیست. چرا چیزی کف دستش نذاشتن؟ آیه دکتر پاچه ورماریدگی با پاچه خاری، دو تا تاکتیک برای رسیدن به یه جا. وقتی قضیه از بیخ مشکل داره دیگه هر دوشون تو پوزشون میخوره. تو گول جست و پوزو نخور. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادو، عرض میکردم بله، میفرمودن که مگسه کت شلوار کراوات پوشیده بود، موهاش هم سشوار زده بود، عطر و ادکلون خیلی شیک و پیک. ازش پرسیدن که خبریه که اینقدر تیپ زدی؟ گفت آره، میگن سر کوچه کود تازه ریختن. آیا دکتر در پایان یک جمع‌بندی کوچیک دارم. یه بار یه دکتری به یکی از اقوامون گفت 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. اینم خونه رو فروخت، تمام دار و ندار رو برداشت و برد سفر دور دنیا که 6 ماه آخر خودشو خوش بگذرونه.
پیش بینی دکتر غلط بود. الان 11 ساله این یارو زنده است، ولی چه زندگی؟ همش داره با قرض و قلوب و بدبختی یه طوری از امروز به فردا میکشه. این روز به روز کشیدن یه چیزی تو مایه بلاهایی است که شما سر مقام عظما آوردین. راهنمودهای استراتژیکی شما به این روزش انداخته. ککتونم نمیگه آیه دکتر. اگه بخوای من عصبانی بکنی که تای برنامه بسته بشه، خیلی کور خوندی. کسی که وضعیت داغون عظما رو دیده باشه با این بدبختی ها عصبانی نمیشه. تو کور خوندی. آیه دکتر، به خاطر این که شما نمیتونین مسائل استراتژیک نظام حل کنید و مقام عظما رو